سلام به همگی. دوباره ما اومدیم با یه موضوع فوق‌العاده جالب که به درد خیلیاتون میخوره. امروز میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که واقعاً پتانسیل اینو داره که مسیر درآمدی شما رو زیر و رو کنه. کسب درآمد با هوش مصنوعی. البته قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو این دنیای جذاب، اینو بگم که ما اینجا فقط ایده ها رو با شما به اشتراک میذاریم. تصمیم نهایی و تحقیق اصلی با خود شماست. پس حتما باید با چشم باز و دید کامل این مسیرها رو دنبال کنید. آماده این؟ پس بزن بریم. خب سوال اصلی همینه. ببینید هوش مصنوعی دیگه یه چیز عجیب و غریب برای شرکت‌های غول‌پیکر تکنولوژی نیست. امروز به معنای واقعی کلمه هر کسی با یه کامپیوتر ساده یا حتی یه گوشی هوشمند میتونه از این ابزارها استفاده کنه تا برای خودش یه منبع درآمد کاملا جدید بسازه. پس بیاین ببینیم دقیقاً چطوری میشه این کارو کرد. بسیار خوب. اولین و شاید بشه گفت دمدست‌ترین مسیر تولید محتواست. اگه شما هم ذوق خلاقیت و داستانسرایی دارید، این بخش دقیقاً برای شماست. اینجا هوش مصنوعی مثل دستیار فوق‌العاده باهوش عمل میکنه تا ایده‌های توی ذهن شما رو به واقعیت تبدیل کنه. این روزا تقاضا برای محتوای با کیفیت سر به فلک کشیده. برندها، وبسایت‌ها، کسب و کارها، همه تشنه محتوای تازه هستن. با ابزارهایی مثل چت جی پی تی شما میتونید این نیاز رو خیلی سریع و خیلی حرفه‌ای برآورده کنید. فقط تصور کنید. با نوشتن فقط 2 تا مقاله در روز، درآمد شما میتونه خیلی راحت از 10 میلیون تومان در ماه هم بیشتر بشه. شاید شما کلی ایده هنری خفن توی سرتون دارید، اما خب مهارت فنی کار با نرم افزارهای پیچیده طراحی رو ندارید. ابزارهایی مثل میدجرنی دقیقاً همین مشکل رو حل میکنن. شما ایده‌تون رو به زبون ساده بهش میگید و اون یه تصویر حرفه‌ای و بی‌نظیر بهتون تحویل میده. جالبه بدونید که هر تصویر اختصاصی میتونه بین 20,000 تا حتی 500,000 تومان قیمت داشته باشه. حالا میرسیم به دنیای هیجان انگیز ویدیو. این ابزارها واقعاً یه انقلاب به پا کردن. دیگه برای ساختن یه ویدیوی حرفه‌ای لزوماً به دوربین و نور و تجهیزات و بازیگر نیازی ندارید. شما میتونید برای برندها تیزرهای تبلیغاتی بسازید یا ویدیوهای آموزشی تولید کنید و این یعنی قدرت. پتانسیل درآمدی توی این حوزه فوق‌العاده بالاست. درآمد فقط برای یک پروژه ویدیویی میتونه تا 2 میلیون تومان هم برسه. این یعنی شما فقط با گرفتن چند تا پروژه در ماه میتونید به یه درآمد عالی و قابل توجه برسید. راستی یه یادآوری کوچیک. اگه تا اینجا از این ایده خوشتون اومده و دوست دارید مسیرهای بیشتری مثل این رو کشف کنید، زحمت بکشید ما رو دنبال کنید. همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و یه لایک هم ما رو مهمون کنید تا با انرژی بیشتری ادامه بدیم. خب بریم سراغ مسیر دوم. اینجا تمرکزمون روی اینه که چطور فریلنسرها و کارآفرین‌ها میتونن از هوش مصنوعی استفاده کنن تا مهارت‌های فعلیشون رو تقویت کنن و خدمات بهتری رو اونم خیلی سریعتر ارائه بدن. فقط تفاوت رو تصور کنید. کاری که قبلا شاید چند روز ازتون وقت میگرفت، حالا با کمک هوش مصنوعی توی چند ساعت انجام میشه. این یعنی سرعت و بهره‌وری بالاتر که به شما اجازه میده پروژه‌های بیشتری توی پلتفرم‌های مثل آبورک یا پونیشا بگیرید و درآمدتون رو به شکل چشمگیری افزایش بدید. یعنی فروش محصولات دیجیتال. شما یک بار یه محصولی مثل یک کتاب الکترونیکی رو میسازید و بعد میتونید بارها و بارها اون رو بفروشید. با ترکیب چند تا ابزار هوش مصنوعی میتونید تمام مراحل از نوشتن محتوا گرفته تا طراحی جلد و فروش آنلاین رو خیلی راحت مدیریت کنید. یه نکته کلیدی اینه که با کمک هوش مصنوعی میتونید به طور مداوم برای شبکه‌های اجتماعی خودتون محتوای با کیفیت تولید کنید. وقتی برند شخصی شما رشد کنه و کلی دنبال کننده پیدا کنید، درهای جدیدی مثل تبلیغات و همکاری با برندهای مختلف به روی شما باز میشه. این جمله دقیقاً وضعیت امروز بازار رو توصیف میکنه. یه تقاضای خیلی بزرگ برای یادگیری وجود داره و همین ما رو به مسیر سوم هدایت میکنه. بسیار خوب. خودتون به یک متخصص، یک معلم یا یک مشاور تو زمینه هوش مصنوعی تبدیل بشید. چون این حوزه خیلی جدیده، فرصت برای اینکه شما جزو اولین‌ها و پیشروها باشید فوق‌العاده زیاده. شما میتونید به بقیه یاد بدید که چطور از این ابزارها توی کارشون استفاده کنن. مثلا یک کارگاه آموزشی برای نویسنده‌ها یا طراحا برگزار کنید. این یکی از پایدارترین و کم هزینه‌ترین روش‌های کسب درآمده. چون بزرگترین سرمایه شما دانش و تجربه خودتونه. کسب و کارها به معنای واقعی کلمه عاشق اتوماسیون هستن. چرا؟ چون در زمان و هزینه هاشون صرفه‌جویی میکنه.
اگه شما یاد بگیرید چطور کارهای تکراری مثل ارسال فاکتور برای یه فروشگاه یا انتشار خودکار پست‌ها تو شبکه‌های اجتماعی رو اتوماتیک کنید، میتونید قراردادهای خیلی پرسودی ببندید. یه واقعیت مهم تو دنیای داده ها وجود داره. تحلیلگرایی که از ابزارهای هوش مصنوعی مثل پاور بی آی یا گوگل ای آی استودیو استفاده میکنن، تحلیل‌های خیلی عمیق‌تر و سریعتری ارائه میدن. نتیجهش چیه؟ خب درآمد و ارزششون تو بازار کار به شکل قابل توجهی بالاتر از بقیه است. بسیار خوب، حالا که این 3 مسیر رو با هم بررسی کردیم، بیایید برسیم به جمع‌بندی و از همه مهمتر نکته کلیدی ماجرا. نکته حیاتی اینه: هوش مصنوعی قرار نیست جای شما رو بگیره، بلکه قرار شتاب دهنده شما باشه. مثل یک کمک خلبان میمونه که به شما قدرت بیشتری برای خلاقیت و کسب درآمد میده. راز موفقیت اینه که ازش به عنوان یک اهرم قدرتمند استفاده کنید. و حالا این سوال برای شماست. بعد از شنیدن این همه ایده، اولین ابزار هوش مصنوعی که میخواید برید سراغش رو امتحانش کنید کدومه؟ توی کامنت ها برامون بنویسید و اولین قدم رو همین امروز بردارید. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. اگه این مطالب براتون مفید بود، ممنون میشیم ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. مراقب خودتون خیلی باشید. به خدای بزرگ میسپاریمتون. خدا نگهدار.